من میخواستم بدونم که مسئله چیکار کنیم که نماز به قضا خونیم، یعنی که برای نماز خواندن ما در نماز ما کیفیت پیدا شود و خیلی که برای طعام خوردن حرکت میکنیم، بر وقت تیار میکنیم، در نماز هم نیز باید همین خیلی باشیم، یعنی تیاری بر وقت تر به نماز بینیم یا که در همین نماز ما کیفیت پیدا کنیم. چی باید کرد؟ آخه این سوال با جواب کوتاه تیر میگوید. سوال جوابی طولانی میخواهد. خیلی به هر حال دعا میکنیم که الله تعالی این نمازها ما خیلی که هست همون خیلی خوانیم. از الله تعالی میپرسید که از نمازها ما لذت بریم و به طریقی باید و شاید همین نمازهای خواندن یاری ده. و این چونین یعنی که بعد این نماز از فکری نماز آینده میشید. نماز خفتن خواندید در فکری نمازی بامداد میشید، یعنی ساعت های میمونید، شخصیت های آگاه میکنید، سبب میگیرید، به وقت ها میرید، تلفن های میکشید. اینا سبب ها. اگر تا ساعت یکی شب دوی شب تلفن بازی کرشنید، این انیق هست که بامداد بنمیخیزید. یعنی که بعدی خفتن فکری بامداد کنید، بعدی بامداد فکری پیشی نکنید. نمیخیر. و این چونین به نمازها طهارتی نو، دندانهای شستن، سر و لباس تازه، خدا زینتکم عند کل مسجد. شما وقتی که به سجدگاه می ایستید زیب و زینت گیرید، خودتون فسان کنید، پیش الله تعالی می ایستید. یعنی این چیزایی رو بعد حس میکنید که به نزد الله تعالی در آمدید، به نزد پادشاه در آمدید. شما اگر از تیریزه به بیرون نگاه کنید چی میشه؟ نوبتتون آمد به نزد پادشاه در آمدید تا اینکه حاجتتون رو گویید. لیکن شما از تیریزه به روی حولی نگاه دارید. پادشاه میگه که چی گپ داری؟ شما فکرتون در کوچه. یعنی یه مثالی عادی که در کتاب علما ذکر کرده. شما تمامی توجهتان به سوی شاه حقیقی، شاهی که از ازل شاه بود، همیشه شاه هست، مردن ندارد، از وظیفه رفتنی ندارد. همین شاه شما باید در پیشش که می ایستید و تعبد الله کانک تراه، الله تعالی رو عبادت میکنی گویا که الله تعالی رو میبینی، نتونی دان که او تو رو میبیند، همین گونه عبادت میکنی. بله این جوابی کوتاه است.